قهوه چی گفت پارت 3. اگر که پارت قبل رو ندیدید برید اول پارت قبل رو ببینید بعد بیاید این ویدیو. قهوه اومد بهم گفت که با چیپس قهر کرده و الان مثلا به کمک من خیلی نیاز داره. هر اتفاقی که میافتاد میومد به من میگفت و من مثلا اون موقع از این قضیه من خیلی خوشحالم بودم. بعد این هر وقتم که میومد با من صحبت میکرد به غیر از اینکه در مورد چیپس با من صحبت میکرد میگفت که آره من مامانم اینجوریه بابام اینجوریه. بعد مثلا هر وقت که دلش میخواست میومد پیش من یا بعضی وقتا میومد بهم میگفت که خب من امروز زنگ تفریح میام باهات. مثلا فرض کن من منتظرش میموندم بعد میدیدم دست به دست داره با چیپس میره باهات. بعد من کلاس 4 به غیر از اینکه نماینده بودم صفحه سلامتم بودم و خوراکی بچه‌ها رو توی کلاس نگاه میکردم. خانم بهداشت ما یه برنامه گذاشته بود که هر کسی نقاشیش خوشگل‌تر از بقیه باشه من اونو صفحه سلامت میکنم. قهوه‌ام تا اینو شنیده بود یعنی رفته بود سری فقط یه نقاشی خیلی خفن یعنی همچون خوشگل رفته بود کشیده بود بعد داده به خانم بهداشت ما و قهوه به خواستش رسید و صفحه سلامت شد. اگه دوست داری پارتی بعدی ببینی من سابسکرایب کن لایک ویدیو نره. سپیتون